السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد. اولا میخواستم تمام مردمی که در این روز سهم خود گذاشتند برای آزاد کردن از این تجربه، از یک حکومت اولادی، از یک حکومت ملت‌کش، از یک حکومتی که در طول حکمرانیش تنها ظلم بر ملت را غلام ساخت و پاکستان می‌نظاره بیان کنم. و امروز جماعت بر ضد ظلم و ظالمی است. اگر ما صحبت کنیم ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها کمی میکنن که همه بدبختی‌هایی که حکومت نسبت مردم تاجیکستان ادا کرده است یعنی به مردم برسانیم. سازمان جوانان برای حمایت تاجیکستان که در شهر مسکو تشکیل شده بود، اساسگزارش مقصود ابراهیموف بود، یک شخصی بود که دست به سیاست نزده بود. 15 سالی که بیرون از وطن بود، برای خاطر ملتش صدا بلند کرد. از دست این حکومت، از دست این رئیس جمهوری ملت‌کش که دست به قلب مانه صدا بلند میکنه که ما باید ملت دوست باشیم، ما باید وطنمان را به قلبمان، به جانمان، به زبانمان دوست بداریم. از دست این حکومت، از دست این رئیس جمهور سوءقصد شد و 6 کار به قلبش زدن. بعد از آن خداوند این برادر ما را جان دوباره داد. بعد از بیماری حکومت خودکامه آرام نگذاشت، آرام نشد، او را دزدیده به تاجیکستان. هر یک انسانی که امروز در تاجیکستان آزادیخواه، سیاستمدار، دانشمند، هر یک انسانی که وطن دوست است برای حکومت کنونی البته حتما او تروریست و یا که اکستریمیست خوانده می شود. اگر ما جمله یا کلمه تروریست اگر ما به زبان تاجیکی بگردانیم به دهشت آوردن مردم می شود. امروز ما جوانا، امروز مردم سیاستمداری که بیرون از وطن از دست شما گرفتند و 2 میلیون اهالی تاجیکستان که از دست حکومت، از یک حکومتی که تنها برای اولاد خود در طول 16 سال 3 مرتبه شد که سرقانون جمهوری تاجیکستان عوض میکنه. هر یک قانونگذاری که میشه برای منفعت خودش است، نه برای ملت. امروز ملت تاجیک، او مادری که عالم و شاعر میزایدی امروز در کوچه های روسیه، در غربت سراهای روسیه توالت میشوند و رحمانوف باشد دستش به قلبش میمانه که من ملت دوست میدارم. مگر این مردمی که از دست تو کشته شدن، مگر این مردمی که بی‌وطن شدن، مگر این مردمی که امروز بیرون از وطن زندگی میکنن یا ملت تاجیک نیستن؟ اگر ملت دوست باشی، اگر دین دوست باشی، 98% جمهوری تاجیکستان ها مسلمان ها هستند. بر ضد 98% شهروند تاجیکستان جنگ اعلان کردن. این نشانه مسلمانی شماست. هر یک قانونگذاری که در تاجیکستان بشه تنها برای منفعت یک اولاد، یک شخص، یک خانواده است و جامعه جهان باید بدانه که نه یک حزب، نه یک گروه تروریست میشه، بلکه یک حکومت میتواند تروریست شود که این حکومت تاجیکستان است به سروری امام علی رحمان بنا. و هر کسی که امروز تلاش میکنه و سخن میگه که سال 97 سازشنامه صلح برپا شده بودی خطا میکنه. فقط در تاجیکستان آتش بس اعلان کرده بود که آتش بس فقط اعلان شد. تا این روز این حکومت ملت تاجیک کش، ملت تاجیک بی‌وطن کرد، به جمشید روشن تبدیلش داد. هر یک جوانایی که امروز دفاع از حکومت رحمانوف میکنه شمایی را بدانه هر سال تقریبا 39,000 دانشمندا، طالبایی که مکتب‌های عالی را ادا میکنن، آیا به یک کسی شما جای کار یا که استیپند حلال داده میتونه که امروز شما انسانایی که برای وطن میخواهند که آبادی بیارن دشمن میگه و دشمنی که 24 سالش در تخت، دشمنی که ملت از بین برد، تاجیک شرمنده کرد. امروز ملت تاجیک شرم میکنه از تاجیک بدنش، سبب شمش خودی رحمانوف و اولاد هسته که مردم تاجیک بی‌وطن کرد. امروز میخواه که سرقانون جمهوری تاجیکستان عوض کنه تنها برای یک اولادش، برای یک خودش. به عوض کردن رحمانوف 24 سال شد، یک قوه برق داده نمیتونه. در سال جنگ شهروندی 100,000 گریزه داشتیم، امروز 2 میلیون اهالی تاجیکستان بیرون از وطنه.
در وقت حکمرانی رحمانوف زیاده از 500,000 شهروندی تاجیکستان ترک شهروندی کردن. 50,000ش که در طرف لخش جرگتال بودن که یا ملتی قرقیز بدن تا سال 2014 ترک تاجیکستان کردن. این وطن دوستداری شما حکومت دارو. امروز نه پیر از دست شما آسایشته است، نه جوان، نه زن، نه مرد، نه کودک، نه بزرگش. نمیدانم که شما کی هسته و از کجا آمدگی. هر یک انسانی که اگر برای وطنش، برای آزادیش، برای پیشروی زندگیش اگر طلب بکنه، کوشش بکنه، حتما و پشتی پنجره روان میکنه. باید شما بدانید مردم که دشمن در تاجیکستان است. دشمن شما امام علی رحمان است. دشمنی که نه رحم به زن، نه به مرد، نه به فرزندان این ملت داره. یک مادر که 55 سال داشت برای که فرزندی باید ترمه کردن برآمد صدا بلند کرد در جستجوی بین المللی دادنش که 1 سال عمر حیاتی خودش در ترمه گذران. همین وطن دوستداری، همین ملت دوستداری، همین مادر دوستداری. یک خواهر که دین خوشبختانه آزاد شد، از تهمت‌های انمی حکومت دیکتاتوری گرفته شد که و به تروریست اکستریمیست بدنام کردن که خوشبختانه دیگر دولت‌ها امروز تهمت‌ها نیرنگبازی حکومت باوری ندارند و انشاءالله روز میشود که مردم تاجیکستان، مردم مظلوم تاجیکستان قیام میکنن و علیه حکومت دیکتاتوری، حکومت خودکامه، حکومت ملتکش قیام میکنن در شهر، در کوچه ها، در بیابان های تاجیکستان برای طلبی خود این حکومتی امروزه میبراین و طلبی حکومت اعلان میکنن. چون که این حکومت فقط ملت کش، ملت نابود کرد. مرگ بای خیلی رژیم. امام علی استعفا، امام علی استعفا، امام علی استعفا. تشکر زیاد.